افسانه‌های مردم تاجیک. افسانه روباه و انگور. یک روز روباه گرسنه به باغ سرسبز وارد شده در داخل آن باغ تاک را دید که پر از انگورهای پخته و با لذت بود. انگورها بلند آویخته بودند که دیدنشان گویا چشم کس را روشن میکرد. روباه خیلی خواست که از این انگورها بخورد. او جهش دیگر کرد، باز جهید، ولی هر چند کوشش کرد انگورها را کنده نتوانست. پس از چند دقیقه کوشش و رنج روباه مانده و دلگیر گشت و ناراضیانه به خودش گفت: این انگورها حالا هم پخته نشدند، ترشند. اگر هم میگرفتم میخوردم بیمار میشدم. و با افتخار رفت، گویا که انگورها به او لازم هم نبودند. افسانه تمام شد. شما چی خلاصه گرفتید؟